ها اوچا گپ زن. من وقت ندارم. سعدی را گوی وای بکار است. مایلش خوب. یافتی وقتی زنگ زنیت رو. الو چی شد؟ ها گپ زن 15:30. انا ناو عصبهایم آرام شد. بله 10,000 به فایده. البته من برای این خوشخبرت دستت را سفید میکنم. بله این بگاه مهمانی از شاتی من. مایلش خوب. مایلش. تو خیلی خوشبخت هستی ها؟ با خاطر کارم. در اصل مدتی دراز منتظرش بودم. موفق شدم. چندین دوستانم کوشش کردند اما نتوانستند. خدا را شکر که با من میسر شد. زنگ اول رو مادرت برایت زنگ زده بود. یعنی زنگ اول رو مادرت برایت زنگ زده بود. میدونی آرزو دارم که مادرم رو چند ثانیه ببینم. اقلاً آوازش رو بشنوم. با خدا قسم که ممکن صدایش رو بشنوم. ساعتها تلفن رو خاموش نکنم و آوازش رو گوش میکنم. شاید تو حالا احساسی من رو نداشته باشی، چون که مادرم در نزدم نیست. مادرم بیرفت. مقصدم رو فهمیدی؟ وقتی که مادرت زنده نباشد برای یک کار دنیایی اینقدر خرسندی کردن معنایی ندارد. میدونی من مادرم رو چی صدا میکردم؟ گوهر نایاب. راستی نمیدونستم که چی صدایش کنم. خوشبختی، خوشحالی یا اینکه گوهر نایاب. تو نمیدونی که من مادرم رو چقدر دوست می‌داشتم. خداوند به من فرشته عطا کرد که نامش مادر بود، اما از نزدم پرواز کرد و برفت. وقتی که مادرت به تو زنگ میزند تو خوشبخت‌ترین انسان هستی. برایت من یک چیز گفتنیم. تا وقتی مادرت هست قدرش رو بدان و خدا عمر مادر تو رو درازی پربرکت بگرداند. خداوند نگهبان دوستم. الو اوچا جان، عذر کمتر کار داشتم. چی میخواستی؟ بله مایلش حاضر میایم. مایلش اوچا جان.